السلام علیکم. ما دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد دلجوشی و درمان دلجوشی است. هارتبرن یا دلجوشی یک نشانه از تکلیف به نام گرد است. Symptom of گرد چی را میگه؟ گسترو اسافگل ریفلکس دیزیز. معنای گپ چیست؟ ببینین این میری هست، این هم میده. جایی که میری و میده با هم وصل میشه این ساحه را به نام لور اسافگل سفنکتر یاد میکنیم. زمانی که لقمه یا بولس از حلقوم وارد میری شد، توسط حرکات مارپیچ یا پریستالسیس این لقمه یا بولس خود میرسانه به لور اسافگل سفنکتر. این شیردان ظریفی که بین معده و میری موجود است تنها اجازه میده که مواد از میری به معده ورود بکنه. در حالت نرمال هرگز اجازه نمیده که محتویات معده هم بالاخره به میری بالا و سرازیر شود. در تکلیف به نام گرد، جایی که دلجوشی یا هارتبرن به وجود میاد، تکلیف در این ساحه است. شیردان میری و معده به درستی کلوز یا بند نمیشه. خب وقت بند نشد، از همین فرصت تیزاب و محتویات معده استفاده میکنه بالا میه. زمانی که تیزاب به داخل میری شد و بار بار داخل میری آمد، سبب تخریش حجرات اپیتیلیوم میگرده و در زیر استخوان قفس سینه حالت جوش و سوزش به وجود میاره، هارتبرن یا دلجوشی. اکثریتا کسایی که دلجوش هستند در پهلوی دلجوشی یک سلسله علائم دیگه هم موجود است. ریگرجیتیشن یا برگشت مواد معده gastric contents into esophagus. موادی که در داخل معده موجود است تیزاب است و غذایی که بلع شده یا خرد شده جمع انزایم ها. اینا از فرصت استفاده کرده بالا میاین، هم سبب دلجوشی میگرده و هم محتویات معده به حلق ما میایه. اگر بار بار این وضعیت تکرار شود سبب هالیتوسیس یا بدبویی دهن میگرده. همچنان سبب سور تیست، مزه تلخ دهن. همیشه کسایی که دلجوش هستن محتویات معدهشان بالا به میری و دهن میایه. اینا کسایی هستن که دنتال کریز داره، تکالیف دندان هم در اینا قابل مشاهده است. حلق تلخ دارن، بوی بد دهن همیشه احساس میکنه و دلجوشی و دلشوره هم داره. بیاییم که چرا به دلجوشی یک کسی مبتلا میشه یا علائمی که سبب سوزش میری میگردد ریشه در چی داره. ایتیولوژی یا علت و سبب تکلیف. خب اساسی ترین علت که در جوامع ما بیشتر شایع است استرس، اضطراب بیش از حد، excessive worries، تشویش، چرت زدن بی جا و بی مورد، مبتلا بودن به انواع و اقسام بیماری های روانی چون افسردگی
میتونه گسترواسوفاگال ریفلکس یا گرد به وجود بیاره. چگونه؟ خوب استرس، قهر و غصه اینا روی مغز فشار میاره. برین مغز ما هم توسط رگ مخصوص به نام ویگاس که در حقیقت این شیردان بین معده و میری را کنترل میکنه، بعد از اثرات ناگوار و اثرات بد استرس، اضطراب، قهر و غصه، اگر اینها به شکل دائمی موجود باشه روی سیستم عصبی ما سنترال نروس سیستم فشار میاره. سنترال نروس سیستم هم کمانهای کنترل به طرف شیردان بین میری و معده را به درستی کنترل نمیکنه و در نتیجه باز میمانه. تون یا قوت لور اسافگل سفینکتر کم میشه، در نتیجه دهن میری باز میماند، تیزاب هم بالا میره، محتویات میده هم بالا میره و سبب میشه که دلشوره و دلجوشی را احساس بکنیم. کاتگوری دومی از علت هایی که میتونه دلجوشی را نزد افراد به وجود بیاره اوبسیتی یا چاقی است. همچنان قبضیت مزمن constipation، فشار داخل شکم بیشتر میسازه و سبب واس شدن شیردان بین میری و معده میگرده و در نتیجه تیزاب بالا میره و دلجوشی و دلشوره را به وجود میاره. پرگننسی یا حمل، زنانی که حمل داره اونا نسبت به افراد دیگه بیشتر دلجوشی را احساس میکنن، آب ترش و تلخ به دهنشان میاین و هایپرمسیس گریویدیریم یا استفراغاتی که منحصر به وضعیت حمل است اونا را به وجود میاره. اینا علت های اساسیش است. استفاده سپایسی فودز یا غذاهای تند و تیز هم میتونه سبب دلجوشی و شدت دلجوشی بگرده. خب چگونه میتونیم این وضعیت معالجه بکنیم؟ درمان دلجوشی را خب تریتمنت یا معالجه. خب برای معالجه اول باید علت پیدا بکنیم و علت از بین ببریم. در پهلویش لایف ستایل مودیفیکیشنز، تغییر و تبدیل در نوع زندگی که فرد مبتلا به دلجوشی میکنه. چی تغییرات را میتونه به وجود بیاره؟ مثلا اگر سموکر است، سیگرت میزنه، تباکو استفاده میکنه، باید توقف بده، چون این کار خود مریض میتونه بکنه. اگر اوبسیتی یا چاقی داره میتونه که مریض ورزش بکنه و وزن خود کنترل بکنه. اگر دلجوشی بعد از سپایسی انتک یا از خورد و نوش مواد تند و تیز به وجود میاد، پس پرهیز بکنیم از این وضعیت یا از خوردن از این مواد. همچنان قبضیت موجود است، constipation. با معالجه قبضیت میتونیم دلجوشی که توسط قبضیت به وجود آمده از بین ببریم. بعد از خوردن نان، واکینگ یا قدم زدن برای 10 دقیقه 20 دقیقه خیلی مثمر است. هم سبب هضم میگرده، هم اجازه نمید، هم سبب هضم غذا و مواد که در داخل معده است میگرده. اونا را اجازه میده که به داخل گوادینم یا اثنای اشر بره، نه ای که بالا بیای بمیری و سبب دلجوشی بگرده. واتر انتک، کافی، باید به اندازه کافی روزانه آب بخوریم، چون تیزاب و محتویات معده بالا به میری میآید. با هر شپ آب، با هر قرط آبی مواد پس میتونیم به پایین به داخل معده برانیم. از ادویجاتی که میتونیم در این وضعیت استفاده بکنیم برای معالجه دلجوشی، کدام ادویجات میتونیم استفاده بکنیم؟ مدیکل تراپی یا مدیکل تریتمنت. یک صنف پروکنتکس. پروکنتکس دواهایی است که سبب ازدیاد حرکات میگردد. کدام حرکات؟ این حرکات مارپیچی که در معده است به نام پریستالسیس، در میری است ببخشین.
حرکاتی که در معده است به نام ترایتوریشن و حرکات روده توسط این صنف از دواها زیاد میشه که ما میتونیم دامپریدان استفاده بکنیم در صنف پروکنتکس. لیو سلپراید میتونیم استفاده بکنیم. ایتوپراید هم در بعض اوقات قابل استفاده است. صنف دیگه از ادویجاتی که برای دلجوشی نتیجه خوب میده پروتون پمپ انهیبیترز PPI پروتون پمپ انهیبیترز. در PPI کدام دواها موجود است در این صنف؟ PPI یک صنف مشهوری از دواهاست. اومپرازول، ایزومپرازول، لانساپرازول، پانتاپرازول، هم از اینا PPI دواهایی هستند که مقدار تیزاب یا ترشح تیزاب در معده کمتر میسازه و کمتر تیزاب اجازه داره که تولید شود و اما تو اگر کم باشه به میری هم رفتن نمیتونه، دلجوشی هم به وجود نمیاره. از انتی هستامینز میتونیم استفاده بکنیم. H2 بلاکرز ببخشید. در صنف H2 بلاکرز کدام دواها نزد ما بر دلجوشی مفید است؟ فیموتیدین. از سسپنشنز استفاده کرده میتونیم، خصوصا انتی اسید ها. در انتی اسید، هر انتی اسیدی که به دسترستان بود میتونین برای دلجوشی استفاده کنین. بار بار میتونین برای دلجوشی از انتی اسید استفاده کنین، ولی معالجه اصلی بعد از درمان علت باید صورت بگیرد. ممنون، تشکر.